مسئولیت گروه محتویت با آیت الله طبسی هست. مسئولیت گروه محتویت با آیت الله طبسی هست. منابع اهل سنت و تلبیس آخوند طبسی در مورد تولد مهدی. مسئولیت گروه محتویت با آیت الله طبسی هست. بله. مسئولیت گروه محتویت با آیت الله طبسی هست. آخوند طبسی که به مرتبه آیت الله هم رسیده است میگوید بیش از 60 مرجع اهل سنت ولادت مهدی را تصریح کردند و در بین این 60 مرجع ایشان 4 نفر از مهمترین آنها را ذکر می کند. ولی در مورد هر 4 مصدر مرتکب خیانت شده و سخن نقل شده از شیعیان توسط مؤلفین این کتاب را به خود اصحاب این کتب نسبت می دهد. حسب تتبعی که ما داشتیم بله. بیش از 60 نفر از علمای اصلی از علمای و قدمای اهل اهل سنت سنت اعتراف دارند که آقا امام حسن عسکری فرزندی داشتند و در حیات امام عسکری این فرزند دنیا آمد. خب من اسم چند تا رو برم، ولی خب من اسم ببرم چه فایده داره؟ اینها وقتی که میان محصور و خلاصه میکنن علماشون را و کتابهاشون را در 2 تا کتاب، بله، یا در 1 کتاب، باقی هیچ هم. میگه فقط ما بخاری را قبول داریم، ما مسلم مسلم شاید قبول نداشته باشن، بعضا ما بخاری را قبول داریم. یعنی در 1 کتاب من خلاصه کنم. حالا ما خواسته باشیم براشون مدرک بیاریم، براشون اسم کتاب ببریم، نه همه رو زیر سوال میبرن. خب آقای ابن حجر، بله ابن حجر مکی در صواعق المحرقه تصریح میکنه که امام عسکری فرزندی دارد، اسمش هم میبره، اسم فرزندش میبره و میفهمد که ایشون آتاه الله الحکمه در سن 5 سالگی. بله. باز آقای ذهبی در 3 تا از کتابهاش، در کتاب تاریخ الاسلام، در کتاب العبر و در کتاب سیر یادم میاد، تصریح میکنه که امام عسکری فرزندش فرزندی داشتند و اسم فرزندشون هم میبرد. من تا 1 سال حاضرم اینجا رو شب 1 ساعت بحث کنم و روایات رو مطرح کنم و حول و حوش روایت بحث کنم. اما کتاب و مصدر اول، الصواعق المحرقه. الصواعق المحرقه علی اهل الرفض والضلال والزندقه عنوان کتابی است که توسط شهاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن علی بن حجر هیثمی سعدی انصاری شافعی برای رد و ابطال عقاید و تاریخ تشیع نگاشته شده است. نویسنده کتاب که شیعیان رافضی را اهل بدعت و گمراهی می‌داند، در این کتاب می‌گوید مهدی از نسل امام حسن هست، نه امام حسین، و در دنباله سخن خود درباره عقیده شیعیان پیرامون مهدی می‌فرماید از خطرات و نادانی برخی از شیعیان این است که روایتی که دلالت بر این دارد که مهدی از نسل حسن می باشد و روایتی که می گوید نام پدرش نام پدر من است، هر دوی این روایات وهمی می باشد و گمان اینها که امت اجماع نموده که مهدی از نسل حسین می باشد توهمی بیش نیست. چگونه می توان به طور دلخواه نسبتی وهمی به راویان داد و به مجرد تخمین و گمان نقل اجماع کرد؟ روافض مدعی هستند که حجت همان مهدی است
که پدرش فرزند دیگری نداشته است و در حالی که 5 ساله بوده پدرش درگذشته است و الله به ایشان حکمت بخشیده همانگونه که به یحیی در خردسالی حکمت بخشید و او را به مقام امامت رسانده همانگونه که عیسی علیه السلام را در کودکی به این مقام رساند. و در جای دیگر ابن حجر مکی در کتاب الصواعق المحرقه می‌فرماید خیلی از شیعیان معتقدند که حسن عسکری هیچ فرزندی نداشته، چرا که برادرش جعفر پس از مرگ وی در پی میراث خود آمد و اینکه برادرش طلب میراث می‌کند دلالت بر این می‌کند که هیچ فرزندی نداشته. پس از اینکه عده‌ای خواستند با تعصب وجودش را اثبات کنند و بگویند جعفر خواسته میراثش را چپاول کند. و گروهی از شیعیان این جعفر را گمراه می‌دانند و در ادعای میراث برادرش به وی نسبت دروغ می‌دهند و او را جعفر کذاب می‌خوانند. حال اینکه گروهی از شیعیان از وی پیروی کرده و امامتش را اثبات می‌کنند. خلاصه اینکه شیعیان پس از درگذشت حسن عسکری 20 گروه شدند و جمهور شیعیان غیر از امامیه معتقدند که حجت کسی غیر از این شخص است. اگر شخصی این مدت زمان طولانی را غائب باشد از کارهای خارق العاده به شمار می رود و سزاوار بود برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صورت گیرد. سپس در شریعت ثابت است که ولایت کودک اعتباری ندارد. پس چگونه این احمقهای نادان و بیخبر گمان می کنند وی در کودکی و در سن 5 سالگی به مقام امامت رسیده؟ با توجه به اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از چنین چیزی خبر ندادند و این اعتقاد چیزی جز دروغ و جرأت و تهمت بر شریعت روشن و آشکار نیست و خیلی از اهل بیت میگویند چه کسی از وی خبر داده و راهش کجاست و اینها با ایستادن سوار بر اسب بر در سرداب و طلب ظهورش خود را مضحکه خردمندان کرده اند و شاعر چه زیبا می سراید. آیا وقت آن نرسیده که سرداب کسی را بزاید که از سر نادانی معتقدید با او سخن میگویید؟ پس با عقلهایتان خداحافظی کنید که شما در خرافه بودن پس از سیمرغ و غول سومی هستید. باشد که این تلاش ما ران ملخی باشد به پیشگاه سلیمان عالم هستی بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اما نقل دوم این آخوند از کتاب العبر امام ذهبی رحمه الله. باز آقای ذهبی در 3 تا از کتابهاش، در کتاب تاریخ الاسلام، در کتاب العبر و در کتاب سیر یادم میاد تصریح میکنه که امام عسکری فرزندش فرزندی داشتن و اسم فرزندشون هم میبرد. امام ذهبی رحمه الله در کتاب العبر پس از اینکه عقاید شیعیان را در مورد مهدی ذکر میکند میفرماید گمراهی رافضه پایان ندارد. اینها گمان میبرند که مهدی داخل سردابی در سامرا مخفی شده و تا به حال نیز همانجاست و زمانی که گم شده عمرش 9 سال و یا کمتر بوده است. و اما مرجع سوم ذکر شده توسط این آخوند. باز آقای ذهبی در 3 تا از کتابهاش، در کتاب تاریخ الاسلام، در کتاب العبر و در کتاب سیر یادم میاد تصریح میکنه که امام عسکری فرزندش فرزندی داشتن و اسم فرزندشون هم میبرد. امام ذهبی رحمه الله در کتاب تاریخ الاسلام می‌فرماید و شیعیان مدعی هستند که وی در سرداب خانه پدرش مخفی شده در حالی که مادرش به او می‌نگریست و تا حالا از آن سرداب خارج نشده است. بنده یعنی امام ذهبی میگویم به هر حال گمراهی روافض پایانی ندارد. بار الها ما را بر محبت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بمیران. اعتقادی را که این رافضیان در مورد این منتظر دارند نباید هیچ مسلمانی در مورد علی رضی الله عنه و حتی خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشد.
از الله عفو و بخشش و سلامتی را می‌طلبیم و به او پناه می‌بریم از اینکه متوسل به دروغ شویم و سخنان راستین را رد کنیم، همچنان که شیوه و منش شیعه است. و در جای دیگری از همین کتاب می‌فرمایند: اما فرزندش محمد ابن حسن که رافضه او را خلف حجت مینامند، در سال 805 متولد شد و نیز گفته می شود سال 56. 2 سال پس از پدرش زیست، سپس گم شد و معلوم نیست چگونه ناپدید شد. مادرش ولد می باشد و رافضیان معتقدند 450 سال است، یعنی تا عصر خود ذهبی که او زنده است و علم پیشینیان و آیندگان را می داند و اعتراف می کنند که هیچ کسی او را ندیده است. از الله می خواهیم عقلها و ایمان ما را برایمان حفظ کند. و مصدر 4، باز آقای ذهبی در 3 تا از کتابهاش، در کتاب تاریخ الاسلام، در کتاب العبر و در کتاب سیر یادم میاد، تصریح میکنه که امام عسکری فرزندش فرزندی داشتند و اسم فرزندشون هم میبرد. امام ذهبی در کتاب سیر و اعلام النبلا میفرماید: و محمد همان کسی است که شیعیان معتقد هستند که امام حجت می باشد و صاحب الزمان است و صاحب سرداب سامر را و او زنده است و نمی میرد و زمین را پر از عدل و داد می کند، همان گونه که پر از ظلم و ستم شده است. به الله سوگند، ای کاش چنین بود. اینها بیش از 470 سال است که انتظارش را می کشند تا زمان مؤلف کتاب، یعنی امام ذهبی، و کسی که تو را به غائبی حواله دهد با تو منصف نبوده تا چه برسد تو را به چیزی محال حواله دهد و انصاف در میان مردم اندک است. و به الله پناه میبریم از نادانی و پیروی از هوای نفس. بر فرض که چنین اتفاقی رخ داده است، چه کسی او را دیده است؟ و در مورد زندگیش حرف چه کسی را باور کنیم؟ و چه کسی گفته که او معصوم است و همه چیز را میداند؟ این اعتقاد هوا و هوس آشکار است و تسلط این اندیشه سبب گمراهی و تحیر می شود و هر باطلی را تجویز می کند. الله ما و شما را از استدلال به سخنان محال و دروغ و رد کردن و نپذیرفتن حق و حقیقت نجات دهد، چیزی که روش و مسلک و منش شیعیان امامی می باشد. بینندگان گرامی، ائمه اهل سنت در مقام نقد اعتقادات باطل روافض درباره مهدی را نقل نموده و سپس آن را رد کرده و به آن میخندند. ولی این جاهلان به دروغ میگویند ائمه اهل سنت به ولادت مهدی تصریح کرده اند. این شبکه در جهان پخش میشه و مردم دارن میبینن. عذر میخوام، مردم گوسفند نیستن که هرچه شما بگید اینها قبول کنن. مردم عقل دارن، شعور دارن. برای شعور مردم احترام بگذارید. عهد بوغ شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. عقلاً حرف که میزنید فکر کنید، دقت کنید، بعد حرف بزنید. فلانی روایات ما را صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن. ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن. ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن. آیت الله طبسی یکی از آخوندهای دروغگو شبکه ضلالت که حدود 2.5 ماه قبل دروغی گفته بود و سندهایی از کتب اهل سنت بیان کرده بود در اثبات ولادت مهدی موهومشون یا همون امام زمان خیالی. و ما وقتی مچ این آقا رو گرفتیم و بینندگان عزیزم تماس هایی داشتن با این شبکه و این آقا آخر مجبورش کردیم که هفته گذشته کتاب ها رو بیاره و در برنامه زنده کتاب ها رو نشون بده. اما ای کاش این آخوند حیله‌گر و مکار این کتاب ها رو نشون نمیداد. حداقل می اومد
معذرت خواهی میکرد و ما هم دیگه بیشتر از این دنبال این قضیه نمیگشتیم. اما ایشون با کمال وقاحت و پررویی اومد و کتاب‌هایی رو نشون داد، کتب اهل سنت رو، برای اثبات امام زمان خیالی و الله سبحانه و تعالی خواست که با نشون دادن این کتاب‌ها بیش از پیش آبروی اینها بره. قضیه از این قرار بود که آیت الله طبسی 4 مصدر از مصادر اهل سنت رو ذکر کرد که در اونجا اشاره شده به ولادت امام زمان خیالی. شاید یک کمی طول بکشه بیان این مطلب، اما امیدوارم که شما تا پایان این موضوع با ما همراه باشید، چون امشب میخوام یک هدیه‌ای بدم به شیعیان حقجو و به اهل سنت، به موحدین، که چرا اینها میان اشاره میکنن به کتب اهل سنت و میخوان ولادت این موهوم خیالی رو با دروغ و تلبیس و خیانت از کتب اهل سنت ثابت بکنن. با هم این کلیپ رو میبینیم که همین جمعه گذشته در برنامه گامی تا ظهور کارشناس این برنامه و رئیس گروه مهدویت در شبکه زلالت و یکی از پژوهشگران شیعه در باب اثبات امام زمان خیالی و صاحب چندین کتاب در این موضوع اومد و بعد از اینکه آبروشون در این 2 ماه گذشته رفته بود و این دروغشون افشا شده بود، خواست که یک به شکلی بیاد ماسمالی بکنه و این کتاب ها رو آورد و در برنامه نشون داد که با هم کلیپ رو میبینیم. حالا انشاءالله خواهیم رسید به بحث نشانه‌های ظهور. به ولادت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، به فرزند بزرگوار امام حسن عسکری علیه السلام، اشاره داشتید به کتاب صواعق المحرقه ابن حجر هیثمی. حالا تو برخی شبکه‌ها حتی کردن، حتی بی احترامی کردن و گفتن که نیست همچین چیزی. میخوام حضرت عالی هم اشاره بفرمایید به این کتاب در واقع صواعق المحرقه که آیا همچین مطلبی ذکر شده در این کتاب یا خیر، تا برسیم بعد به منابع دیگه و کتاب‌های دیگه که این مطلب در اونها بیان شده یا خیر. حالا من نمیدونم این طرفی که میفرماید کی هست و سطحش چقدره، آیا اهل تحصیل، اصلا کتاب شناس یا نه کاسب به اصطلاح، من نمیدونم. حالا اینشون که میفرمایید در کی هست و در چه سطحی هست من نمیدونم، ولی ظاهرا باید با کتاب هم آشنا نباشد. اگر آشنا بودن همچین صحبت‌هایی رو مطرح نمی‌کردن. زبان عربی هم که باید با این حساب بلد نباشد. حالا نمیدونم، عرض کردم طرف کی هست نمیدونم، حالا چه فرمودن من خبر ندارم، ولی من در جلسات قبل این بحث مطرح کردم. بله. که بعضی از علمای اهل سنت هم اعتراف دارن به اینکه فرزند امام حسن عسکری که همون حضرت امام زمان باشد این دنیا آمده. بله. خب من اسم بردم من جمله کتاب الصواعق المحرقه، این کتاب دست من. این ایشون این کتاب رو نشون داد و ما هم همون کتاب رو آوردیم که حالا نگن که اون کتاب دیگری بود، مثل یکی از این لقیط هایی که آورده بودن تو برنامه ندای شیعه. ایشون میگفت که بله چیز دیگری رو ما نشون دادیم، اونا چیز دیگری رو آوردن. اتفاقا من امروز رفتم و همون کتاب رو، همون چاپ رو، دوستان عزیز اگر تصویرش رو نشون بدن، همون کتابی رو که در این کتابی است که ما آوردیم و اگر لطف بکنن تصویر کتابی رو که آیت الله طبسی نشون میده، بله این همون کتابی است که ایشون آورده، همون چاپ، همون چیز. با هم ادامه کلیپ رو میبینیم. ببینن کتاب رو. الصواعق المحرقه في الرد على اهل البدع والزندقه. خب بعد خب چاپش هم المکتبه العصریه بیروت. بله. درست. در صفحه 257. بله. من همون چاپ رو دوستان عزیزمون اگر نشون بدن، المکتبه العصریه، دقیقا همون چاپ رو که ایشون داره، همون چاپ رو ما آوردیم از بیروت
لبنان که در اونجا چاپ شده و صفحه‌ای که ایشون الان دوستان عزیز اگر نشون میدن صفحه 267 هست. دقیقاً ما همون صفحه رو خدمت شما عزیزان باز میکنیم. دوستان اگر نشون بدن این تصویر رو، این صفحه 257 دقیقاً همون صفحه‌ای که ایشون نشون میده. اگر دوستان تصویر لپتاپ رو نشون بدن صفحه 257 الباب الحادی عشر فی فضائل اهل بیت نبوی، دقیقاً همون باب و همون صفحه است که با هم ادامه کلیپ رو بشنویم. این اصلا بد نیست نشان بدن. بله بینندگان عزیز درشترم نشان بدن. من عبارت رو میخونم، میگه که راجع به آقا امام عسکری، البته ایشون اسم ائمه رو میبره در فصل 11 باب 11 فی فضائل اهل البیت، فی فضائل اهل البیت النبوی. خب اسم یکیه که ائمه رو میبره، امام حسن، امام حسین، بله امام زین العابدین، همینجور میاد تا میرسه به امام حسن عسکری، امام 11. خب از امام 11 هم تجلیل میکنه، کراماتی، معجزاتی از ایشان نقل، اخلاقیاتی از ایشان نقل میکند. بعد میفرماد که ایشان اقام امام عسکری، بعد نیست عبارت این نشان بدن عبارت را. بله. اقام یعنی امام عسکری مکرمن، مورد احترام حکومت بود. و صلاة الخلیفه تصل الیه، صله هدایا، تعبیرات ایشونه، هدایای خلیفه به امام عسکری میرسید کل وقت الی ان مات، تا زمانی که امام عسکری رحلت کردن. کجا؟ به سر من رأى و دفن عند ابیه و عند عمه، کنار پدر بزرگوار به خاک سپرده شد. و عمره 28 سنه، هنگام رحلت 28 سال. البته میگه رحلت، بعد میگه و یقال انه سم ایضا، بعضی هم گفتن که ایشان امام عسکری مسموم شد. شاهد من اینجاست، عبارت خوب. بله. خب اینجا ایشون یک تحریفی کرد، دروغی گفت در مورد همین نصی که در این کتاب هست. اگر متوجه شده باشید و یقال، این قسمت رو دوستان نشان بدن، انه ثم ایضا ولم یخلف غیر ولده. این یقال که بعضی گفتن یا گفته شده، تنها قضیه سم نبوده، قضیه که ایشون غیر از فرزندش، غیر از همون پسری که داشت فرزند دیگری نداشته. این قسمت رو کلا حذف کرد، چون وقتی علما در کتبشون کلمه یقال رو میگن، میگویند، گفته‌اند، بعضیا گفتن رو به قول خودش، به قول آقای اطلاع طبسی. ادامه مطلب رو هم میبینیم از خود کلیپ. روی عبارت دقت بفرمان. ولم یخلف، یعنی امام عسکری خلفی، فرزندی از خودش به جایی نگذاشت غیر ولده، مگر فرزندش. اسم فرزندش چیه؟ محمد. اینو نشان بدید. بله. وقت کنیش هم میاره، میگه ابوالقاسم، میگه غیر محمد، که ابوالقاسم هم میگن، حجه هم میگن، اسمش هم محمده. میگه هیچ ذریه‌ای امام عسکری نداشتند مگر همین. خب و عمره عند وفات ابیه 5 سنین، هنگام رحلت امام عسکری 5 سالشون بود. لکن آتاه الله فیها الحکمه، در این سن خداوند عزوجل حکمت به او عنایت کرد. بله. خب بعد میفهمد که و یسمى القاسم، حالا این از کجا این اسم آورده نمیدونم، بذارن قائم باید باشد، المنتظر. دیدید تا اینجا تصریح میکنه که محمد ابوالقاسم. بله. این که میگه تصریح میکنه این دروغه،
ایشون همین یقال رو که من نشون دادم از کتاب ربط داد فقط به قضیه سم و بقیه رو میگه بله ایشون تصریح میکنه. دوستان عزیز اگر نشون بدن و یقال از اینجا که شروع میشه گفته میشود همه این مطلب تا این قسمت اشاره به این است که این حرفها گفته میشود یا بعضیا به قول آیت الله طبسی این حرفها رو زده اند. ادامه کلیپ رو میبینیم. حجت این فرزند کیه؟ امام عسکری است و وقت رحلت یا شهادت امام عسکری سن ایشان 5 سال بود و خداوند به او حکمت آموخته بود. بله. خب بعد الان چرا به ایشون میگن منتظر؟ ایشون یه برداشتی داره، میفهمد که لانه ستر بالمدینه، مخفی شد و غاب. اینجا هم تحریف کرد و دروغ گفت، میگه که ایشون یک برداشتی داره. نه خیر، ایشون این برداشت رو نداره. اینجا کلمه قیله رو دوستان عزیز اگر نشون بدن، این کلمه قیله گفته می شود، گفتند، حرف ایشون نیست، حرف صاحب این کتاب نیست، گفته می شود. حالا ایشون توضیح میده در اینجا که کی گفته این حرف رو. با هم ادامه کلیپ رو میبینیم. فلم یعرف این ذهب، نمیدانه کجا ایشون رفت. بعد حواله میده به آیه 12 که در اینجا نقل کرده است. بله اونجا میگه که بله قول الرافضه فی انه المهدی. خب ببینید اینجا در همین یعنی چند خطی که من حدود 5 خطی که خدمت شما عزیزان نشون دادم، ایشون 3-4 تا دروغ گفت. بعد ادامه این مطلب رو ترجمه نکرد و نخوند. در ادامه میگه و مره و گذشت فی الآیه الثانی عشره، در آیه 12 که حالا میریم، قول رافض فیه، سخن روافض در مورد او که ایشان مهدی هست، و اورد ذلک مبسوطا، و این رو مفصل من در اونجا ذکر کردم، فراجعه فانه مهم، مراجعه بکن اونجا، برو اونجا که خیلی مهم هست. این رو متاسفانه این آخوند هیلگر مکار دروغگو این رو ترجمه نکرد، چون میخواد این موهوم خیالی رو با تلبیس و دروغ از کتب اهل سنت ثابت بکنه. حالا چرا این کارو میخوام بکنم من در ادامه این بحث که کلیپ تموم بشه انشالله خدمت شما بیان خواهم کرد. در اینجا چون ذکر امام حسن عسکری رضی الله تعالی عنه است، ایشون نمیخواد در اینجا 2 بحث رو یک جا مطرح بکنه. میگه در مورد این ادعای رافضه که گفتند، حالا دوستان عزیز نشان بدن این رو، و یقال و قیل، که انسانهای جاهل و نادانی مثل این آیت الله که نمیدونم سطح سوادشون در چه اندازه ای است که بهشون درجه آیت اللهی دادن، یا اینم مثل اون مدرک دکترایی است که برای احمدی نژاد و اعضای کابینش میدادن. فکر کنم این مدارک حوزه علمی قم هم اینطوری شده که به هر جاهل نادان بی سوادی میان و مدرک آیت اللهی و آیت العظمایی میدن که اینطوری در جلوی بیننده بیاد تحریف بکنه و دروغ بگه و ادامه مطلب رو نخونه. تا اینجا این مطلب رو ما میذاریم، میریم به همین دوستان عزیز اگر نشون بدن و مره فی الآیه الثانی عشر. در آیه ثانی عشر ایشون اشاره کرده در مورد سخنان روافض در مورد مهدی. ما همین در همین کتاب دوستان عزیز نشون بدن، میریم به صفحه 201 این کتاب که در مورد الآیه الثانی عشره، چیزی که در اونجا بهش اشاره کرده بود. این قسمت رو دوستان عزیز اگر متوجه بشن، الآیه الثانی عشر، در اینجا ایشون این سخن الله سبحانه و تعالی رو میاره که و انه لعلم الساعه، از زخرف آیه 61. در مورد این مطلب، در مورد این آیه 61 سوره زخرف، اقوال مفسرین و علما رو میاره که ان هذه الآیه نزلت فی المهدی،
این آیه در مورد مهدی نازل شده. البته این مهدی اون مهدی نیست که اینا بهش اشاره میکنن. این مهدی اهل سنت، مهدی که مسلمان ها بهش اعتقاد دارن. من اعتقاد دارم، علما اهل سنت بهش اعتقاد دارن. همه کسانی که تابع سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستن به این مهدی اعتقاد دارن. شاید برداشت ها در مورد شخصیت این مهدی فرق بکنه. بعضی از علما اومدن گفتن نه خیر، ایشون نمیاد ادعا بکنه که من مهدی هستم. بعضیا گفتن که شاید شخصی باشه که بیاد کارایی انجام بده، اما بعد از این که از دنیا رفت مردم متوجه بشن که فلانی که مهدی بوده که این کارا رو کرده. علی کل حال این اختلافاتی هست که در فهم این روایات در بین علما وجود داره، اما همه قضیه مهدویت رو میتونم بگم اکثریت عظمای علمای اهل سنت قبول دارن. این بخش از کتاب الصواعق المحرقه از صفحه 201 این کتاب از اینجا شروع میشه و همینطور میره تا این قسمت که الآیت ثانی عشر و مؤلف این کتاب در اینجا میاره اقوال علمای اهل سنت رو درباره مهدویت که علما آمدن در مورد فضائل علی و فاطمه رضی الله عنهما گفتن که پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد ایشون دعا کرده که خدایا برکت بده به این دو و برکت بده به نسلشون، که همه فضائل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رو بیان میکنه. در ادامه میگه که دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در مورد برکت در نسل ایشان دعا کرده بودن این به وقوع پیوست و تا اینکه امام مهدی از نسل ایشون خواهد بود. و روایاتی رو هم در اینجا بیان میکنه که المهدی من عترتی من ولد فاطمه، مهدی از نسل من هست. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند از فرزندان فاطمه هست. و روایت بعدی رو که از کتب اهل سنت نقل میکنه که ولو لم یبقى من الدهر الا یوم لبعث الله فیه رجلا من عترتی، اگر یک روز از زمان هم بماند الله سبحانه و تعالی مردی رو از نسل من برمیانگیزه. بعد میریم به صفحه بعدی، صفحه 204. در اینجا هم همین مطلب هست. کلا علائم ظهور مهدی موعود یا مهدی اصلی که اهل سنت و مسلمان ها بهش اعتقاد دارن رو بیان میکنه. و همچنین در صفحه 206 دوباره من به خاطر ضیق وقت نمیخوام همه این روایات رو بخونم. صفحه 206 هم کلا روایاتی هست در اثبات مهدی اهل سنت. صفحه 207 هم کلا این روایات هست. این صفحه هم کلا در مورد اعتقاد مسلمان ها در مورد امام زمان اصلی هست. و در این صفحه 208 که این آخوند مکار و دروغگو و همکارش قزوینی و دیگران که همیشه از صواعق المحرقه ذکر میکنن، اینجا رو که در اونجا ذکر کرده که به آیه ثانی عشر مراجعه بکنید، این قسمت رو کلا ذکر نمیکنن، نمیخونن در این صفحه. این صفحه که من با رنگ نارنجی نشاندهی کردم کلا روایات و دروغ‌های رافضه است که ایشون در اینجا میاد میگه که اولا این روایت در مورد اینکه ایشون از نسل حسین می باشد گفته که این روایت واهیت جدا مع ذلك لا حجة فيه لما زعمت رافض انه المهدی هو الامام ابو القاسم محمد الحجه. در اینجا میگه که هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه که آنچی که ادعا میکنن رافضه که این شخص امام ابوالقاسم محمد الحجه ابن الحسن العسکری ثانی عشر الائمه الاتین فی فصل الاتی علی اعتقاد الامامیه. میگه همونطوری که در فصل بعدی من ذکر این رو کردم که اون قسمت اولی بود که من خدمت شما عزیزان نشون دادم. میگه که این ادعای رافضه است که این ابوالقاسم محمد الحجه ابن الحسن العسکری 12مین امامشون هست. در مطلب پایینیم و من مجازفات والجهالات زعم بعضهم ان الرواية انه من اولاد الحسن و روایت اسم ابی کل منهما وهم. میگه جهالات و حماقت های رافضه این است که اونا میگن که این روایات اهل سنت که ایشون از اولاد حسن هست و اسم پدرش اسم پدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اینا وهم است. و زعمه ایضا ان الامه اجتمعت على انه من اولاد الحسین. و این یک دروغ های بزرگ رافضه است که ادعا میکنن که ایشون از اولاد حسین هست.
و انی له بالتوحیم الروات بالتشهی، ایشون هرچی که اشتها کردن به اصطلاح روافض ادعا میکنن، و نقل الاجماع به مجرد التخمین و الحسد، و ادعا میکنن که اجماعی وجود داره در اینجا با همون ظن و گمان و حسادتشون که دارن. والقائلون من الرافضه بان الحجه هذا هو المهدی، و کسانی از رافضه میگن که امین محمد ابن الحسن عسکری حجت این مهدی است. یقولون لم، بعضی از رافضه البته در اینجا گفتن که بان الحجه هذا هو المهدی یقولون لم یخلف ابوه غیره، که پدرش غیر از این فرزندی دیگری ندارد. در اینجا ببینید اینجا میگه که قائلون من الرافضه، نمیگه که اهل سنت. در اونجا دیدید که این آخوند دروغگو ادعا کرد که بله این آقای ابن حجر هیثمی مکی این حرف رو میزنه. و مات و عمره 5 سنین، و ادعا میکنن که مرده و در این که در وقتی که عمرش 5 ساله بوده. آتاه الله فی الحکمه، یعنی پدرش مرده وقتی که ایشون 5 ساله بوده، الله سبحانه و تعالی به ایشون حکمت عطا کرده در این عمر. کما آتاها یحیی علیه السلام، همونطوری که به پیامبر یحیی علیه السلام عطا کرده صبیاً در خردسالگی. و جعله اماما، و ایشون رو امام قرار داده در طفولیت. خب مطالب دیگری از کتب رافضه ذکر میکنه، به باد مسخره میگیره این ادعایش، و در اینجا قولی از ابن خلکان ذکر میکنه که و شیعه تری فیه انه المنتظر والقائم المهدی، و شیعه ادعا میکنند که ایشون امام قائم و مهدی است، و هو صاحب سرداب عندهم، صاحب همون سردابی است که اونجا رفته. و اقاویلهم فیه کثیره، روایتان در مورد ایشون زیاد هست. و هم ینتظرون خروج آخر الزمان من السرداب به سر من رها، و در سامرا منتظر خروجش هستند در آخر الزمان. و در اینجا روایت دیگری رو از در مورد شیعه ذکر میکنه که و روایات زیادی وجود داره که ایشون به اصطلاح العسکری لم یکن له ولد، امام حسن عسکری فرزندی نداشته. لطلب اخیه جعفر میراثه من ترکته، و به این دلیل که جعفر عموی امام زمان شیعه میراث برادرش رو خواست وقتی که ایشون فوت کرد. فدل طلبه ان اخاه لا ولد له، این طلب ایشون که میراث طلب کرده دلالت بر این داره که برادرش ولدی نداشته، فرزندی نداشته. و الا لم یسعه طلب، و الا این کارو نمیکرد، یعنی به خودش اجازه نمیداد که این کارو بکنه. فحتی سبکی و حکی سبکی عن جمهور رافضه انهم قائلون بان لا عقب للعسكري و انه لم يثبت له ولد بعد ان تعصب قوم لاثباته. عده‌ای از رافضه هم ذکر شده که حتی قبول ندارن که این فرزند حسن عسکری و اصلا فرزندی نداشته. و ان اخاه جعفر اخذ میراثه، و برادرش جعفر میراثش رو گرفته. و جعفر آذا زللته فرقه من الشیعه و نسبوه للكذب فی ادعای میراث اخی، و عده‌ای از شیعه اومدن این جعفر رو جعفر کذاب گفتن. امروز هستن همین فرقه شیعه امامیه در مورد جعفر، عموی امام زمان بهش میگن جعفر کذاب، به خاطر اینکه ایشون انکار کرده که برادرش فرزندی نداشته. بعد از ایشون ولذا سموه و اتبعوا فرقه و اثبتوا له الامامه، عده‌ای از شیعیان اومدن همین جعفر کذاب رو امام تعیین کردن، گفتن ایشون امام هست. والحاصل انهم تنازعوا في المنتظر بعد وفات العسكري على 20 فرقه. نتیجه این درگیریات چی شد که شیعیان بعد از امام حسن عسکری 20 فرقه شدن، که من انشالله از کتاب فرق شیعه نوبختی نشونتون خواهم داد که شیعیان بعد از وفات امام حسن عسکری به 14 فرقه تقسیم شدن. اینو در نوبختی آورده 14 فرقه، در اینجا گفته 20 فرقه که شاید فرقای دیگری وجود داشته که حتما وجود داشته، و ایشون در فرق شیعه نوبختی و قمی آورده 14 فرقه. در مطلب بعدی دوباره میاد در صفحه 209، اگر دوستان عزیزمون نشون بدن در صفحه 209. بعد اینجا میاد به اصطلاح مسخره میکنه این ادعا. والمقرر من الشریعه المطهره ان الصغیر لا تصح ولایته، میگه در شریعت این ثابت شده و به این اقرار شده و این جزء قانون شریعت هست که کسی که کوچیک باشه ولایت او صحیح نیست. فکیف ساغ لهؤلاء الحمقى، پس چطور این انسانهای احمق، منظور ابن حجر از انسانهای احمق طبسی، قزوینی، مکارم شیرازی، سیستانی، همینایی که این ادعا رو میکنن. المغفلین،
انسانهای چی؟ الحمقا المغفلین، انسانهای احمق و نادان از دنیا بیخبر. ان یزعموا امامت من عمره 5 سنین، ادعا میکنن که ایشون در 5 سالگی امام شده. ما به این کاری نداریم که این توهین هست توهین نیست، حرف ابن حجر است که باید آیت الله طبسی رو نشون میداد و میخوند از کتاب الصواعق المحرقه. بعد از این خلاصه شعری میاره و اینو مسخره میکنه. و زعمت فرقه من الشیعه ان الامام المهدی و ابو القاسم محمد ابن علی ابن عمر ابن الحسین السبت حبس المعتصم. و میگه فرقه شیعه هم ادعا کردن که امام مهدی و ابوالقاسم محمد ابن علی ابن عمر ابن الحسین هست. و در اینجا ذکر میکنه که ولم تعد الرافضه من اهل بیت زید ابن علی ابن الحسین، مع انه ولم تعد الرافضه، این زید ابن علی رو ایشون از جمله اهل بیت نمیدونن شیعه، مع انه امام جلیل من طبقه الثالث من التابعین، در حالی که زید ابن علی ابن الحسین فرزند به اصطلاح نوه امام زین العابدین از امامان جلیل در طبقه سوم از جمله تابعین بود. تابعین به کسایی گفته میشه که صحابه رو دیده باشن. بایع و کثیر من الکوفه، عده زیادی در کوفه باش بیعت کردند. و طلبت منه الرافضه ان یتبرأ من الشیخین لینصره، و رافضه اتباع عبدالله ابن سبع یهودی اومدن از ایشون خواستن که از شیخین یعنی ابوبکر و عمر اعلان بیزاری بکنه تا ایشونو کمک بکنن. فقال، ایشون در جواب گفت بل اتواللهما فقالوا اذا نرفضك، بلکه ایشون گفتن که نه خیر، من ولایت اونها رو قبول میکنم، به همین دلیل گفتن که ما تو رو رد میکنیم. نرفضك فقال اذهبوا فانتم رافضه، بروید که شما رافضه هستین. از اون روز به بعد به کسانی که ولایت ابوبکر و عمر رو قبول نکردن، خود امام جلیل زید ابن علی ابن الحسین کلمه رافضه رو اطلاق کرد. در ادامه بحث در این پایین ثم من عجیب تناقض الرافضه، اینجا تناقضاتش در مورد رافضه ذکر میکنه. بعد میایم در صفحه بعدی، صفحه 210، باز هم مطلبی هست در این مورد که ادعای رافضه رو در اینجا ذکر میکنه. ادعا میکنه که ایشون کوچیک بوده، پدرش فوت کرد، علی ما زعموا و اختفاهی بیس لم یره الا آحادا زعموا رؤیته، بلکه ایشون پنهان شده و تعداد اندکی، تعداد انگشت شماری ادعا کردن که ایشون رو دیده، که همون وکلایی که به اصطلاح ذکر میکنن که دیده. و کذبهم غیرهم فیها، در این مورد دیگه دروغ‌های زیادی اینا. و قالوا لا وجود له اصلا کما مر، بعضی‌ها گفتن که اصلا وجود نداشته. فکیف یثبت له ذلك بمجرد الامکان، چطور میخواید اینو ثابت بکنید با این حدس و گمان و که میگید امکان داره وجود داشته باشه. خلاصه تا این قسمت رو من تقریبا تا آخر این رو براتون خوندم که اینجا هست که بعد از اون میاد الآیه الثالث عشره که موضوع دیگری است. و علی الاعراف رجال یعرفون، این موضوع دیگری است، موضوع مهدی تمام میشه. این حکایت این باب بود که این آخوند مکار دروغگو این رو آورد و دوستان عزیز اگر نشون بدن این قسمت رو ایشون خوندن. این آخوند مکار دروغگو این قسمت رو خوند و اینجایی که ابن حجر تاکید میکنه که و مر فی الآیه الثالث عشر قول الرافض فیه انه المهدی و اوردت ذلك مبسوطا فراجعه فانه مهم، این رو اصلا ذکر نمیکنه. این نمونه بود از دجل، خیانت، دروغگویی و مکارگی این آخوندهای رافضی که شما با دیدن شبکه جهانی وصال حق باید اینا رو شناخته باشین که اینا حاضرن به خاطر اثبات مذهب باطلشون به الله، به رسولش، به هر مقدسی که در دین مبین اسلام باشه دروغ ببندن. با هم ادامه کلیپ رو میبینیم. اینجا اصل ای که این فرزند امام عسکری است که ما همینه میگیم، در اصل این خودش هم اعتراف داره. چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد، کتاب رو دستش گرفته داره دروغ میگه. و من امیدوارم که بینندگان فهیم ما که همیشه زنگ زدن به این شبکه و دروغ‌های اینا رو آشکار کردن بیشتر از پیش، باز زنگ بزنن بگن که چرا این آیه 12 که اشاره میکنه ابن حجر چرا اونجا رو نمیخونه. ادامه کلیپ رو ببینیم. خب ذهبی در 3 تا از کتابهاش
همینه میگه که که امام عسکری فرزندی داشت و متولد شد. همین که هیثمی در کتاب همینه که سوال میگه محرقه متولد شد. بله ما همینه میگیم. ما چی میگیم؟ ما همینه ما میگیم. منتها حالا من عبارت بخونم. منتها ذهبی باز یه مطلب دیگری رو میخواد سیاه نمایی کنه. اینا بله شیعه ها میگن تو سرداب غیب. نه ما نمیگیم سرداب غیب شد. یه بحث دیگه است. بحث انحرافیش نکنید بحثا. ببینید این کتاب عبر، حالا بعد نیستم نشان بدم. بله دوستان زحمت بکشن نشون میدن کتاب رو. العبر. بله این کتاب العبر هست. ما هم رفتیم همون کتابی رو که ایشون داره نشون میده، دوستان مقایسه بکنن تصاویر رو، دقیقاً همون کتاب رو، همون چاپ رو آوردیم خدمت بینندگان عزیز و گرامی تا این دروغ آخوند رافضی رو خدمت شما عزیزان از مستند از این کتاب نشون بدیم. برمیگردیم به کلیپ. فی خبر من غبر، راجع به گذشتگان. خب جلد 1 دارالکتب العلمیه بیروت لبنان. خب جلد 1 صفحه 308. بله اینم تصویری که دارالکتب العلمیه بیروت لبنان جلد اول، همون کتابی که ایشون داره نشون میده. ببینیم ادامه کلیپ رو. 81 ببینید، من عین عبارت رو برای شما میخوانم. بله. خب کسانی که در سال 260 فوت شدن. بله دقیقاً همون صفحه 381 ما نشون میدیم خدمت شما عزیزان و کسایی که در سال 260 به خورشون فوت شده. ببینیم ادامه کلیپ رو. لیست میده. اینو باز نشان بدم. بله. عبارت را و فیها، این در سال 260 ذهبی میگه. بله. محمد ابن الحسن العسکری. بله راجع به حوادث این سال را میگه در این سال محمد این امام زمان، بله. فرزند حسن این امام عسکری، خودش میگه محمد ابن الحسن العسکری ابن علی الهادی، همینطور نسب ایشون میرسونه تا بله امام صادق. خب میگه این آقا الذي تلقبه الرافضه الخلف الحجه، شیعه ها به این میگن خلف، به این میگن حجت. تلقبه بالمهدی، ازش تعبیر مهدی و بالمنتظر و تلقبه بصاحب الزمان، القابی است و هو خاتمه الاثنی عشر. میگه این 12مین امام است. بله مطلب بعد از این رو دوستان عزیز خوب دقت بکنن که ایشون، من چون دفعات قبل که ما نشون دادیم این مطلب رو نخونده بود، این مطلب وزلال رافضه ما علیه مزید، گمراهی رافضه بیشتر از این نمیشه، این مطلب رو دفعات قبلشون نخونده بود. این دفعه که اومد این مطلب رو خوند، دوستان عزیز خوب توجه بکنن که این مطلب، الان اینجا شما یک ویرگول میبینید بعد از این و اینجا یک ویرگول دیگری هست و این جمله کلا مربوط میشه به این قسمت که ایشون بعد از بیان این مطلب میگه که گمراهی رافضه بیشتر از این نمیشه و از این به بعد جمله استئنافی دیگری هست که من فکر میکنم یک کمی برن ادبیات فارسی هم به این آخوند بی سواد یاد بدن تا حداقل ادبیات فارسی رو یاد بگیره، اینطوری غلط ترجمه نکنه برای بینندگان عزیز. شما ببینید این جمله رو، اینجا کلا به اصطلاح جمله دیگری است و این که وزلال رافضه ما علیه مزید این اشاره است به این ادعایی که رافضه کرده. حالا شاید برای بعضی سوال باشه، خب این ذهبی از علماء اهل سنت چه مجبوریتی داشته که این مطلب رو ذکر کرده؟ این مطلب به دلیل این ذکر شده که در حوادث این سال رافضه، همون اتباع عبدالله بن سبع یهودی، این ادعا رو کردن. این از حوادث اون سال بوده و ایشون که ذکر کرده
هدف از ذکر تایید مطلب نیست. شما کتاب تاریخی می نویسید، مثلا الان کسی بیاد حوادث مثلا قرن 20 رو نوشته باشه، خب در این ضمن این حوادث میان می نویسن که شخصی بود به نام سید علی خامنه‌ای در دوران جوانی میگویند که یک سری مشکلاتی داشته، به ما مربوط نیست، ما کاری نداریم، مال خوب و بد به قول قزوینی بی خیرش صاحبش، به ما مربوط نیست، اما میگند. کی میگه؟ خب آخونداتون میگه، هم کلاسیاش میگه، هم دوراش میگه، هم جنساش میگه، میگه کند هم جنس با هم جنس پرواز. وقتی که مورخی بیاد این مطلب رو در کتابش در ضمن حوادث قرن 20 ذکر بکنه، دلیل این نیست که حتما این واقع اتفاق افتاده یا نیفتاده، ایشون شنیده ذکر کرده. متوجه شدید؟ هدف از ذکر علمای اهل سنت به خاطر امانت علمی که دارن، حوادثی که در اون سال ادعا شده که اتفاق افتاده ولو اینکه شاهدش نبودن در کتاب‌های تاریخشون ذکر کردن. خب در این سال ادعا کردن روافض که این چنین واقعی رخ داده. این جمله وزلال رافض ما علیه مزید رد مؤلف هست بر این ادعا. اینو هر دانشجوی سطح پایین حوزم باید بدونه، الا انسانهای جاهل و احمقی مثل این آخوندا که دیگه نمیدونیم بهشون چی بگیم. به ادامه کلیپ توجه کنید. خاتم الاوصیا. بله. و ضلال الرافضه دیگه اینجا این مطلب رو میگه که گمراهی رافضه در چیه؟ دوستان عزیز اگر متوجه شده باشن ترجمه میکنه که و گمراهی رافضه در چیه؟ ترجمه غلط میکنه. من اینجا تحدی میکنم همه کسانی که آشنایی خیلی اندکی با زبان عربی دارن، ترجمه این جمله چی میشه؟ و ضلال الرافضه ما علیه مزید، ترجمهش این میشه که گمراهی رافضه از این بیشتر نمیشه، یا ترجمهش این میشه که این آخوند مکار و دروغگو میگه که و گمراهی رافضه در چیه؟ حالا با هم این کلیپ رو یک بار دیگه این قسمتش رو توجه کنید. بله. و ضلال الرافضه دیگه اینجا این مطلب رو میگه که گمراهی رافضه در چیه؟ انهم یزعمون انه دخل السرداب الذي بسامراء. میگه گمراهی شیعه اینه، میگه این فرزند امام عسکری، خوب دقت کن، میگه محمد پسر حسن عسکری که در این تاریخ دنیا آمده، درست؟ میگه اینا میگن که در این تاریخ فوت شده، تعبیره بالاخره بوده که فوت شده. خب بعد میگه که بله ضلال و گمراهی رافضه این است که میگن ایشان دخل السرداب بسامراء. ذهبی هم اون اصل مطلب رو تایید قبول میکنه. داره. بله. اگر این جمله به این شکلی که ایشون ترجمه کرده می بود، باید این قسمت دوستان عزیز نشون بدن این ویرگول اینجا نمی بود و جمله به این شکل می شد و دلال الرافضه فی فانهم. حالا این جمله کلا به هم میخوره اگر اونطوری ما بیایم تعدیل بکنیم. و دلال الرافضه یعنی جمله کلا باید عوض بشه، کلا این قسمت باید عوض بشه. و دلال الرافضه فی انهم یزعمون انه دخل السرداب، در حالی که اینجا مؤلف ویرگول گذاشته و من امیدوارم که یک بچه کلاس اول ابتدایی از قم پیدا بشه، بره دفتر حضرت آیت الله طبسی و به ایشون بفهمانه، حالی بکنه که ویرگول که بعد از یک مطلبی گذاشتن یعنی چی. خب من نمیدونم که ایشون از کجا پا شده اومده اینجا به عنوان رئیس مهدویت تعیین شده در این شبکه که فرق ویرگول و نقطه و این مطالب رو نمیدونه. ادامه مطلب رو ببینیم. خب صورت مسئله پاک میکنه، میگه شیعه ها میگن که بله ایشان وارد زیرزمین شد و مخفی شد و کان عمره لما عدم 9 سنوات، 9 سال. پس ببینید اصل ولادت رو منکر نیست. اینی که میاد بحث میکنه اینی که آیا ایشون زیر زمین به قول ایشون تو سرداب غائب شدن یا امام 12مش، اینا بحث دیگر است. ما میگیم که خود شما هم قبول دارید که فرزند امام عسکری که ما میگیم امام زمان است، خودتون هم میگید دنیا آمده. باز این تاریخ الاسلام بله اگر ارائه بدید
بله دوستان زحمت میکشن. این تاریخ الاسلام باز مال خود ذهبیه طبق. بله اینم کتاب تاریخ الاسلامی که ایشون این مطلب رو ازش نشون میده. اینم از کتاب شمس الدین محمد ابن احمد عثمان ذهبی تاریخ الاسلام. ادامه مطلب رو ببینیم. شماره بندی که ما کردیم جلد 19، اما تاریخش میشه حوادث 251 تا 260. بله ما هم اینجا دوستان عزیز اگر نشون بدن این کتاب رو جلد 19 هم هست، همون حوادث وفیات سال 251 تا 260. ادامه مطلب رو میبینیم از کلیپ. بله. خب ببینید تاریخ الاسلام ناشر دار کتاب العربی خب باز این جریان را نقل میکند. ببینید بعد نیست نشان بده وقتی که سخن از امام اینو نشان بدن. بله. سخن از امام صفحه 113 سخن از آقا امام حسن عسکری به میان میاره. الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی رضا ابن موسی ابن جعفر الصادق. بعد میگه هو والد المنتظر، والد منتظر رافضه. بسیار خوب. میگه که ایشان توفیه به سامراء، یعنی امام حسن عسکری، 8 ربیع الاول سال 260 29 سالش هم بود و دفن الی جانب والدهی، کنار پدر بزرگوار و مادر بزرگشون. حالا شاهد من این کلمه است. میگه امام عسکری که در سال 260 فوت شدن. بله در اینجا دوستان عزیز اگر توجه بکنن که چون چاپی رو که من میخوام نشون بدم با این چاپ فرق میکنه، من این صفحه رو بله دوستان عزیز اگر این قسمت کلیپ رو نشون بدن که نگن که حالا ما کتاب دیگری رو نشون دادیم، صدا و تصویر رو. بله اینجا شخصیت 159 هم هست، ما هم شخصیت 159 هم. الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی رضا ابن موسی ابن جعفر الصادق و هو والد المنتظر الرافضه. اگر چنین شخصیتی وجود می داشت هیچ وقت امام ذهبی ایشونو نسبت نمیداد به رافضه. و هو والد منتظر الرافضه. ادامه کلیپ رو با هم میبینیم. بعد میگه هو والد المنتظر، والد منتظر رافضه. بسیار خوب. میگه که ایشان توفیه به سامراء، یعنی امام حسن عسکری، 8 ربیع الاول سال 260 29 سالش هم بود و دفن الی جانب والدهی، کنار پدر بزرگوار و مادر بزرگشون. حالا شاهد من این کلمه است. میگه امام عسکری که در سال 260 فوت شدن، اما ابنه محمد ابن الحسن. ببینید پسر امام عسکری که به نام محمد ابن الحسن است، الذي يدعوه الرافضه، که رافضین شیعه ازش تعبیر میکنه به قائم خلف حجه. میگه پسر امام عسکری اینو نشان بدید. ولد سنت 58، میگه 2 سال قبل از شهادت یا رحلت امام عسکری پسر امام عسکری یعنی محمد دنیا آمد. بله. بعد میگه وقیل سنت 56، بعد گفتن نه 4 سال قبل. خب عاش بعد ابیه 2 سنتین، میگه بعد از پدر بزرگوار 2 سال هم زنده بود. ثم عدم، یعنی چی؟ مخفی شد، ناپدید شد. ولم یعلم کیف مات، میگه معلوم نیست که چجوری. خب ببینید این بحث دیگره، چجوری فوت شد، که کجا رفتن، اینا بحثی نیست. ما چی میگیم؟ ما میگیم خودتونم قبول دارید که فرزند امام عسکری فرزندی داشته است. بله. من سعی میکنم که در صفحه تلویزیون قبل از این که همون صفحه رو من نشون بدم، همون صفحه رو از خود همین مطلبی که ایشون داره میخونه
خدمت عزیزان نشون بدم که ببینید که چطور ادامه مطلب رو این آقا میاد و نمیخونه. دوستان عزیز اگر این قسمت رو متوجه بشن، این قسمت فنسأل الله ان یثبت علینا، این قسمت رو در ذهنتون داشته باشید که این آخوند رافضی این قسمت رو نمیخونه. حالا این قسمت رو ما از کتاب نشون میدیم. بعد از اینکه شخصیت 159 رو که حسن ابن علی ابن محمد یا امام حسن عسکری میاد نشون میده، بعد از اون میاد میگه که و هو والد المنتظر رافضه، ایشون پدر همون منتظر رافضه است که ادعا میکنن که ایشون امام زمان هست و در اینجا شرح میده که پسرش که پسر همین حسن عسکری که رافضه ادعا کرده، یدعوه رافضه ایشون رو میخوانند یا ادعا میکنن که قائم الخلف الحجه است. در سال 58 به دنیا آمده یا میگن در سال 56 به دنیا آمده، تا ادامه مطلب که ایشون این قسمت رو درست ترجمه کرد. اما چرا این مطلب زیری رو نمیخونه؟ و هم یدعون بقاه فی سرداب من 450 سنه، این یک مطلب. و انه صاحب الزمان، دیگه مطلب. و انه حی یعلم علم الاولین والآخرین، دیگه مطلب. و یعترفون ان احدا لم یره ابدا، اعتراف میکنن که کسی ایشون رو ندیده. در آخر چی میگه؟ فنسأل الله ان یثبت علینا عقولنا و ایماننا، از الله میخواییم که عقل و ایمان ما را ثابت بداره. آقای طبسی، با این ریش سفیدت خجالت نمیکشی که اینو تحریف میکنی، نمیخونی ادامهشو؟ این مطلبی که نوشته فنسأل الله ان یثبت علینا عقولنا و ایماننا یعنی چی؟ ادامه مطلب رو از کلیپ میبینیم که ایشون میگه بعد از پدر بزرگوار 2 سالم زنده بود، ثم عدم، یعنی چی؟ مخفی شد، ناپدید شد. ولم یعلم کیف مات، میگه معلوم نیست که چجوری. خب ببینید این بحث دیگره، چجوری فوت شد، که کجا رفتن، اینا بحثی نیست. ما چی میگیم؟ ما میگیم خودتونم قبول دارید که فرزند امام عسکری فرزندی داشته است به نام محمد و سال تولدش هم خودتون نقل میکنید. ما همین داریم، یک چیز دیگه ما نگفتیم. یک مورد دیگه من اگر خواهش میکنم در خدمتتون هستم حضرت استاد. بله، من یک موضوع یادم رفت که اینجا خدمتتون اشاره بکنم، چون اگر که ایشون ادعا میکرد طوری که ایشون ادعا میکنه آیت الله طبسی که امام ذهبی قبول داشته این شخصیت رو که محمد ابن الحسن العسکری به دنیا اومده، اینجا ببینید شخصیت 159 باید بعد از اون یک شخصیت دیگری اینجا میومد و در مورد ایشون صحبت میکرد، در حالی که میبینیم شخصیت 160 حسن ابن علی ابن مهران است، شخصیت 161 حسن ابن مبارک هست و همینطور میره و ذکری از این امام زمان خیالی نمیکنه الا در کتاب دیگری که الان نشون میده آیت الله طبسی و ما هم انشالله با همین دروغ رو میبینیم. اینها را مراجعه کنن، خودشون مراجعه کنن و بدون مراجعه نه یعنی یه حرفی را از رسانه های خودشون از ماهوارها بزنن بعدشون بد میشه. یعنی کسانی که فرض کنید که به علم اینها به فضل اینها اعتقاد دارن وقتی که این حرفا رو بشنون اذعان میکنن که اصلا چیز اینها بلد نیستن، کتابی را ندیدن، یه چیزی برایشون گفت دیکته کردن. خب اینم کتاب سیر اعلام النبلا. بله، این کتاب سیر اعلام نبلا که ایشون نشون داد دقیقاً ما هم همون کتاب سیر اعلام نبلا رو آوردیم، از مؤسسه الرساله هست، چاپ جدیدش هست. البته این چاپ قدیمیه که ایشون نشون داد این رو نتونستیم متاسفانه پیدا کنیم و الا من سعیم بر این بود که دقیقاً همون رنگ و همون چاپ رو برای شما عزیزان بیارم. ادامه کلیپ رو میبینیم. کتاب از کتاب‌های یکی از متعصبین اهل سنت، آقای ذهبی خیلی متعصبه. بله. خب این کتاب سیر اعلام النبلا مؤسسه الرساله، بله، جلد 13. بله دقیقاً ما هم همون مؤسسه الرساله رو آوردیم، مؤسسه الرساله و جلد 13 رو دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید.
دقیقا همون جلد است، فقط این طرح جلدش کمی متفاوت است. ادامه کلیپ رو می‌بینیم. امیدم نگاه کنید، ایشون هم وقتی که اسم در صفحه 119 المنتظر، خب میگه این منتظر کیه؟ دقیقا همون صفحه 119 رو ما خدمت شما عزیزان نشون میدیم. این صفحه 119 هست از این کتاب و شخصیت 60 که الان ایشون نشون میده از این کتاب. با هم ببینیم. نشان بدید. المنتظر میگه الشریف، همون کتاب همون صفحه 60 المنتظر الشریف. این کتابی است که سیر اعلام نبلا. با هم میبینیم. محمد ابن الحسن العسکری، میگه منتظر محمد اسمشه، فرزند امام حسن عسکری، فرزند علی هادی، فرزند محمد جواد. همینجور میاره سلسله نسب را تا به علی ابن ابی طالب. خب ممکن همینی میگه، ما چیز دیگه نگفتیم. بعد میگه که این آقا خاتمت الاثنی عشر سیدا، میگه 12مین سید است. الذی تدعی الامامیه اسمتهم. این دیگه بحث دیگره. میگه امامیه شیعه میگن اینها معصوم هستن. این بحث اسمت ائمه، اسمت نبی بحث دیگر است. ما فعلا راجع به این بحث میکنیم. راجع به اصل ولادت امام زمان از کی؟ امام حضرت بله فرزند امام عسکری داریم بحث میکنیم. خب ولا اسمته. بعد میگه که محمد هذا هو الذي یزعمون انه الخلف. خب بالاخره قبول داری. میگه یزعمون، دوستان عزیز نشون بدن. و محمد هذا هو الذی یزعمون، ادعا میکنن، زعم میکنن انه الخلف الحجه. ترجمه ایشون رو توجه بکنید که بالاخره قبول دارید. اینم شد ترجمه. میاد تصریح میکنه، دقت کنید، میگه که اما ابنه الحسن، فرزند امام هادی، خب اما محمد ابن الحسن، صفحه 121 میگه محمد فرزند حسن عسکری نقل ابن حزم ان الحسن مات من غیر عقل. خب دوستان عزیز، ایشون یک مرتبه پرید، دوستان نشون بدن، پرید از صفحه 120 پرید به صفحه 121 و به این مطلب و اما محمد ابن الحسن هذا فنقل ابو محمد ابن حزم ان الحسن مات عن غیر عقب. تا حالا که در صفحه 120 بود، چطور این آقا یهو پرید به صفحه 121؟ چون ادامه این مطلب جالب است. دوستان عزیز نشون بدید این ادامه مطلب رو. ایشون تا اینجا خوند، تا این قسمت. اگر یک بار دیگر به اصل کلیپ برگردیم. بالاخره قبول داری. اسمت نبی بحث دیگر است. ما فعلا راجع به این بحث میکنیم. راجع به اصل ولادت امام زمان از کی؟ امام حضرت بله فرزند امام عسکری داریم بحث میکنیم. خب ولا اسمته. بعد میگه که محمد هذا هو الذی یزعمون انه الخلف. خب بالاخره قبول داری. تا همین قسمت خوند هو الذی یزعمون انه خلف. ادامه این مطلب رو ایشون نمیخونه. برای تاکید بیشتر بازم میبینیم باز یا میاد تصریح میکنه، دقت کنید، میگه که این در صفحه 121 است. الان منتقل شد به صفحه 121. ما ادامه مطلب رو در صفحه 120 میخونیم که این آخوند حیله‌گر مکار نخوند ادامه مطلب رو. ادامه مطلب اینه که میگه و انه صاحب الزمان، میگن ادعا میکنن که اون صاحب زمان است. و انه صاحب السرداب بسامرا، ادعا میکنن که صاحب سرداب سامرا هست. و انه حی لا یموت، زنده است و نمرده است. حتی یخرج فیملأ الارض عدلا و قسطا، تا اینکه بیاد و دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. کما ملئت ظلما و جورا، مانندی که پر از ظلم و جور شده. اینجا مهم هست. این آخوند بی شرم بی حیا ادامه این مطلب رو که نظر امام ذهبی در مورد این نقل اعتقاد رافضه است رو میگه
فواددنا ذلك، ما هم این رو آرزو داریم، ای کاش اینطوری میشد. والله و هم فی انتظاره من 470 سنه، والله ما هم این آرزو رو داریم که ای کاش واقعا اینطوری می بود. اینا در انتظارش هستن از 470 سال. و من احالک علی غائب لم ینصفک، و کسی که تو رو احاله بده، حواله بده به یک غائب، کسی که گم شده، با تو چیکار نکرده؟ انصاف نکرده. فکیف بمن احال علی مستحیل، چطور کسی که تو رو حواله بده به یک مستحیل. آقای احمق نادان، خیلی من عذر میخوام از این کلمات، این شایسته هیچ انسانی نیست الا این آخوندا، که مستحیل رو ترجمه بکنید که یعنی چی؟ مستحیل چیزی که اصلا امکان نداشته باشه، چیزی که اصلا امکان نداشته باشه که وجود داشته باشه، در عربی بهش میگن مستحیل. فکیف بمن احال علی مستحیل، چطور از کسی که تو رو حواله بده به یک چیزی که اصلا امکان نداره. والانصاف عزیز، در این زمان انصاف کم یافت میشه. فنعوذ بالله من الجهل والهوى، به الله پناه میبریم از جهالت و از هوای نفس. آیت الله طبسی، من نمیدونم تو در کدوم مدرسه درس خوندی، پیش کدوم آیت الله این القاب رو به تو دادن، این دیپلما رو به تو دادن که لقب آیت الله رو به جلوی اسم شما گذاشتن. این ذهبیه، میگه فنعوذ بالله من الجهل والهوى، ای کاش این کتاب ها رو که آورده بودید این مردانگی و شهامت رو میداشتید که مطالب رو کامل میخوندید. بعد میره به صفحه بعدی، صفحه 121. حالا ببینیم که در ادامه چی است. ما ابنه الحسن، فرزند امام هادی. خب اما محمد ابن الحسن، صفحه 121 میگه محمد فرزند حسن عسکری نقل ابن حزم ان الحسن مات من غیر عقب. میگه کیک گفته است که امام عسکری فرزند نداشتن، از دنیا رفتن. قال و ثبت جمهور الرافضه على ان للحسن ابنان اخفاه و قیل والولد له بعد موته. میاد تفصیلات را نقل میکنه، بعد قضیه سرداب را میگه. اما خوب دقت کنید، ایشون میگه بله محمد فرزند حسن عسکری، همون است که ما میگیم. بله، اینجا باز یک خیانت دیگری ایشون مرتکب شد و ادامه مطلب رو نخوند. ادامه مطلب چیه؟ ایشون میگه که و امه اسمها نرجس، مادرش اسمش نرجسه یا سوسنه یا ثقیل یا سیقله. و ادعت الحمل بعد سیدها، این کنیزک بعد از اینکه امام حسن عسکری فوت کرد ادعا کرد که حامل داره. فاوقف میراثه لذلك 7 سنین، 7 سال کامل میراثش رو نگه داشتن، تقسیم نکردن. شاید تو مذهب اینا بعد از 7 سال هم امکان داره که بچه به دنیا بیاد. و نازعها فی ذلك اخوه جعفر ابن علی، در این امر برادر امام حسن عسکری که جعفر ابن علی باشه ادعای میراث کرد، چون فرزندی نداره میراثش به من میرسه. فتعصب لها جماعتون، ادعی تعصب نشون دادن به این کنیزک، ادعی تعصب نشون دادن به امام به جعفر ابن علی که بهش میگن جعفر کذاب. و له آخرین، دیگران به این جعفر تعصب نشون. ثم انتفش ذلك الحمل، ثم انفش ذلك الحمل، بعد از اون این حملی که به اصطلاح این حملی که در شکم این کنیزک بوده مثل لاستیک ماشینی که پنچر بشه، خلاصه پنچر شد و چیزی وجود نداشت. و باطل شد. فاخذ میراث حسن اخوه جعفر، میراث امام حسن عسکری رو برادرش کی گرفت؟ جعفر. و اخونده که برادرش است. و کان موت حسن سنه 60 و 200، و مرگ امام حسن در سال 260. بعد از اون در مورد وزادت فتنه رافضه به ثقیل و به دعواها الی، مشکلی که رافضه با این کنیزک پیدا کردن و دعوایی که در این مورد صورت گرفت، تا اینکه قضیه
الى ان حبسها معتزد بعد 29 سنه من موت سیدها. بعد از این حالا معتصم این رو چند سال بعدش به زندان انداخت و جعلت فی قصره الى ان ماتت فی دولت مقتدر، تا اینکه این کنیزک هم در دولت المقتدر از دنیا رفت. و یزعمون ان محمدا دخل سردابا فی بیت ابی. قضیه سرداب بعد از اون ذکر میشه که ایشون نیومد این رو نشون بده. و هم تنظر الی، مادرش بهشون نگاه میکرده. فلم یخرج الی ساعت منه، تا این زمان خارج نشده. و کان ابن 9 سنین، 9 ساله بوده. و غیر دون ذلک، تا ادامه این مطلب، تا که ادعا میکنن که و انه حی. اینجا من جا داره این صفحه قبل رو تا آخر. و قال ابن خلکان و قیل بل دخل وله 17 سنه و فی سنه 75 و 200 و قیل بل فی سنه 65 در سال 65 یا در سال 275. و انه حی، میگه که ادعا میکنن که این انسان زنده هست، این امام زمان زنده هست. اینجا این رو هدیه میکنم با آیت الله طبسی و قزوینی، صفحه 122. میگه نعوذ بالله من زوال العقل، از اینکه انسان عقلش بره، عقلش بپره، به الله سبحانه و تعالی پناه میبریم. من پیشنهاد میکنم به دیوان خانه ایشون انداخته بشن، یا که دکتری بیاد ایشون رو معاینه بکنه که انشالله به قول امام ذهبی عقلشون رو دست نداده باشن. فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر فمن الذي رها، اگر فرض کنیم که چنین اتفاقی در گذشته افتاده، کی ایشونو دیده؟ و من الذي نعتمد عليه في اخباره بحياته، و به کی اعتماد کنیم که از زنده بودن او به ما اطلاع بده؟ و من الذي نسلنا على اسمته، کی نسی آورده در مورد اینکه ایشون اسمت داره؟ و انه یعلم کل شیء، و ایشون همه چیز رو میدونه. هذا هوس بین، این هوس آشکاری است. این سلطناه علی العقول زلت و تحیرت، اگر این هوس رو ما بر عقلهای ما حاکم بکنیم، گمراه میشیم و حیران و سرگردان میگردیم، مثل این آقایون مراجع شیعه که شدن. بل جوزت کل باطل، بلکه هر باطلی رو جایز میدونیم. اعاذنا الله و ایاکم من الاحتجاج بالمحال والکذب، به الله پناه میبریم با شما بینندگان عزیز، من الاحتجاج، به چیزی که امکان نداره، امکان وجودش نیست، والکذب، و چیزی که دروغ است. او رد الحق الصحیح کما هو دیدن الامامیه، یا اینکه حرف حق و صحیح رو رد بکنیم، همان گونه که شیعیان امامیه این کار رو میکنن. در ادامه میگه و من قال ان الحسن العسکری لم يعقب محمد ابن جریر الطبری و یحیی ابن ساعد، از جمله کسانی که گفته که حسن عسکری فرزندی نداشته ابن جریر طبری بوده، یحیی ابن ساعد بوده، و ناهی که بهما معرفتا و ثقه، و همین برای تو کافی است که ایشونو میشناسی و اعتماد داری. اینم در مورد این کتاب و این مطلبی که ایشون بیان کردن. بعد از این خزعبلات است، با وجود این میذاریم که شما نگید که در ادامه چیزی حتما گفته و نذاشتید. متولد نشده باشد چجوری میتونه فرزند حسن عسکری باشد؟ و من اگر لازم باشد 50-60 مورد من میارم. مرحوم ابوی ما 60-70 مورد را اشاره کردن. اگر لازم باشد من موارد متعددی را از این تعبیر که بگن محمد فرزند حسن عسکری نقل میکنم. اما بحث اسمت معصوم هستن یا نیست بحث دیگره. این که امام زمان بعد از دنیا آمدن فوت شدن، غائب شدن، تو زیر زمین غائب شدن، این بحث دیگره. بحث ما، ادعای ما این است که تو کتابای خودتونم نقل شده است که امام زمان، امام حضرت امام 12 فرزند امام عسکری بوده است و دنیا هم آمده است. و این خدمت شما نکته رو عرض کنم، ما نمیخوایم عقایدمون از این کتابا بگیریم، ما اینا رو میخوایم نقل کنیم اتمام حجت بر خودشون. بله. ولی عقاید ما از این طریق نیست، اینا بگن یا نگن، فقط ما اینا رو نقل میکنیم که برای عوام الناسشون مخفی نماکنه، چون متاسفانه مخفی میکنن. درست. اینا حقایق رو نمیگن، هی سعی میکنن زود مسئله را پاک کنن. من اینا رو عبارات رو نقل کردم
که ببینن بالاخره چیزی که ما میگیم تو کتابای خودشون هم هست. حالا اینا اعتراف داشته باشن به که ایشون مهدی هست یا مهدی نیست، یه بحث دیگر است. خیلی یه سریشون میگن حضرت مهدی همون حضرت عیسی است. یه حرفایی که خودشون نقل. حالا حضرت علی استاد اشاره فرمودید که حالا 50 60 موردی هم میتونید بفرمایید. من عرض میکنم که العاقل یکفی بالاشاره اگر واقعا اشاره بله دیگه. خیلی ممنونم. این مطلبی که در آخر اشاره کرد که گفت حالا ما نمیخوایم که اعتقادات خودمون رو از کتاب‌های اینا ثابت بکنیم، این یک کمی برای من جای سوال بود. این کلمه خیلی با خودم فکر کردم که چرا این حرف رو زد این آخوند مکار دروغگوی هیله‌گر. گفتم یک سری بزنم به کتاب‌های اینا ببینم که در مورد ولادت امام زمان خودشون چی گفتن. با هم صحیح ترین کتابشون رو در کتاب‌های زیادی دارن در این مورد. من طبق اعتراف خودشون صحیح ترین کتابشون بعد از قرآن کتاب اصول کافی است. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان اگر لطف بکنن این کتاب رو نشون بدن. این کتاب اصول کافی است، ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، جلد 1 و 2، چاپ الامیره. در این کتاب ما رفتیم باب ولادت امام زمان رو از این کتاب پیدا کردیم. در صفحه 313 این کتاب اینجا هست باب مولد صاحب علیه السلام. در این باب 31 روایت یا 31 حدیث ذکر شده. ما بارها در مورد احادیث شیعه صحبت کردیم، گفتیم که آقا بیاید این کتاباتون رو تصحیح و تضعیف بکنید، احادیث صحیح از احادیث ضعیفش رو جدا بکنید. این کار رو نمی کنن. واقعا یک لغزی بود، یک معمایی بود. من دیشب که داشتم این کتاب کافی رو مطالعه می کردم و اینو از مرآت العقول مجلسی که به اصطلاح تصحیح و تضعیف کرده این احادیث رو مراجعه می کردم، یک کشف عجیبی یعنی رخ داد. سبحان الله، در 31 روایتی که در این کتاب در باب مولد امام زمان در کتاب کافیشون، در صحیح ترین کتابشون بعد از قرآن ذکر کردن، شاید تعجب بکنید 5 روایتش صحیح است، 5 تا حدیثش صحیح است. از 31 روایت 26 تاش ضعیف است، مجهول است، عیب و ایراد داره، 5 تاش صحیح است. از این 5 تا یکیشم دلالت بر ولادت امام زمان نمیکنه. خیلی جالبه. برید این کتاب رو، من خواهش میکنم از آیات اعظام حجج اسلام، اونایی که دنبال حق هستن میخوان از حق پیروی بکنن، برن باب مولد صاحب در کتاب اصول کافی رو ببینن که در این کتاب 31 حدیث در این باب وجود داره. از 31 حدیث 5 تاشو مجلسی تصحیح کرده، گفته صحیح هست و این 5 تا مجلسی بر اساس علم این کارو نکرده، بر اساس یک قاعده علمی این کارو نکرده، بر اساس هوا و هوس این کارو کرده. بعد اونایی که تضعیف کرده خب راهی نداشته، راویانش آشکار بودن. سبحان الله، در صحیح ترین کتاب شما 31 حدیث در مورد ولادت امام زمان دارید، 5 تاش صحیح هست و این 5 تاش هیچ کدومش دلالت بر ولادت امام زمان نمیکنه. همه این 5 تا حدیث یا اکثرش دلالت بر علم غیب میکنه. فلانی فلان چیز فلان جا گذاشته بود، امام زمان پیغام داد که فلان چیز فلان جا هست. این حدیثی که تصحیح کرده باید در کتاب علم غیب می بود، نه در اینجا. منتها دیگه الله اومده نشون بده که مثلا ما چند تا حدیث سر هم کردیم. و برن محققین گرامی از کتاب مرآت العقول مجلسی این احادیث رو تصحیح و تضعیفش رو ببینن. حدیث اول و طبق قاعده‌ای که خود کافی داشت، اولین حدیث در هر باب صحیح ترین حدیث هست در نزد علمای شیعه. ما در اینجا کتاب مرآت العقول رو داریم. دوستان اگر نشون بدن این کتاب رو، این کتاب مرآت العقول هست فی شرح اخبار آل رسول، علامه شیخ الاسلام محمد باقر مجلسی. وقتی به این کتاب مراجعه میکنیم در مورد حدیث اول، در اینجا این باب
مولد صاحب در اینجا حدیث اول رو بیان میکنه. حدیث اول رو میاره میگه ضعیف علی المشهور. این که رفت، این حدیثشون ضعیف شد. میایم حدیث دوم. حدیث دوم که در این باب ذکر میکنه علی ابن محمد تا آخرش که این روایت رو در اینجا ذکر کرده، این رو هم میایم در کتاب مرآت العقول حدیث دوم رو هم بررسی میکنیم. الحدیث الثانی مجهول. این حدیث دومش هم مجهول است. میایم حدیث سوم رو که در اینجا آورده، حدیث سوم رو با هم بررسی میکنیم. این از اصول کافی. میریم سراغ کتاب مرآت العقول حدیث سوم. حدیث الثالث مجهول. میریم رو حدیث بعدی، در صفحه دیگری هست، حدیث چهارم. این حدیث چهارم است، 1361. میایم که جناب آقای مجلسی در مورد این حدیث چه میفرمایند. حدیث الرابع صحیح. این حدیثشون حدیث صحیح است. حالا با هم میبینیم که در این حدیث چی اومده. از اول این حدیث تا آخرش که شما مطالعه بکنید، من چون وقت نیست همه این رو بخونم، هیچ اشاره‌ای به دنیا آمدن امام زمان نمیکنه. ثانیاً یکی از روات این حدیث که این ابا صدام هست، ابا صدام، این شخص هیچ ذکری ازش در کتب رجال شیعه نشده. بعضیا گفتن که امام زمانه، بعضیا گفتن وکلای امام زمانه، بعضیا حال جن بوده، پری بوده، از کجا آمده بوده ما خبر نداریم. منتها ابا صدام ذکری ازش نشده. این هم حدیث صحیح اینا هست که در اینجا ذکری از به دنیا آمدن امام زمان نمیشه. میریم رو حدیث پنجم، حدیث 1362. ببینیم که آقای مجلسی در مورد این حدیث، البته اینو من نشون بدم از اینجا که میگه که و ابو صدام به کسر صاد غیر مذکور فی رجال، در کتاب رجال شیعه ذکری ازش نشده. میریم رو حدیث پنجم. حدیث پنجم الحدیث الخامس مجهول. اینم رفت پی کارش. حدیث ششم در همین کتاب اصول کافی. میریم سراغ حدیث سادس، الحدیث السادس مجهول. نمیدونم که اینا رو از کجا پیدا میکردن این انسانهای مجهول الویه رو برای اینا حدیث روایت کنه. حدیث هفتم میریم که ببینیم حدیث هفتم چیه. الحدیث السابع مجهول. اینم مجهوله. حدیث هشتم در همین باب میریم سراغ آقای مجلسی که حدیث هشتم رو در موردش چی گفته. بله. این حدیث السابع اینم مجهوله. حدیث الثامن، این حدیث هشتمه که اینجا الحدیث الثامن صحیح هست. حدیث هشتم رو گفتن که صحیح هست. میریم که ببینیم در این حدیث چیه. در این حدیث علی ابن محمد قال اوصل رجل من اهل سواد، تا این روایت هم 400 و کان رجل فی یده زیعة لوالد عمه فیها شرک. هیچ ذکری از ولادت امام زمان در اینجا نشده، بلکه اشاره شده به علم غیب. اینجا هم ذکری از ولادت امام زمان در این حدیث صحیح اینها نشده. میریم رو حدیث نهم، حدیث 1366 تا ببینیم در اینجا آقای مجلسی چه دستگلی به آب داده. این حدیث، این اصطلاح خیلی جالبه، دوستانی که با علم حدیث آشنایی دارن توجه داشته باشن. الحدیث التاسع مجهول کالصحیح. مجهول است مانند صحیح، یعنی یک انسان مجهول الهویه مانند یک انسانی است که وجود داره. این منطق تصحیح و تضعیف است. به این کاری نداریم. با وجود اینم در این روایت هم که حدیث نهم هست، قاسم ابن علا قال ولد الی بنین فكنت اكتب واسال الدعاء فلا يكتب الي لهم بشيء فماتوا كلهم فلما ولد لي حسن ابني كتبت اسال الدعاء فاجاب يبقى والحمد لله.
در اینجا هم اشاره به علم غیب امام کرده. کسی بچه‌اش میمرده، یکی مونده، بعد برای امام براش نوشته که این زنده میمونه و خلاص، ذکری از ولادت امام نشده. اینم بعد در کتاب علم غیب اصول کافی می بود که فکر کنم که ایشون هم علمشون از علم آیت الله طبسی بیشتر نبوده، به خاطر همین اشتباهی در اینجا گذاشته. حدیث دهم، حدیث 1367. در حدیث دهم در کتاب مرآت العقول مجلسی میگه الحدیث العاشر مجهول. حدیث 11 1368. در مورد این حدیث مرآت العقول مجلسی میگه الحدیث 11 ضعیف. این حدیثشون که ضعیف از آب در اومد. حدیث 12 1369 شمارش. این حدیث 12 از کتاب مرآت العقول مجهول. میریم به صفحه بعدی. حدیث 13 از این کتاب. حدیث 13 در موردش ثالث عشر، در اینجا مرآت العقول مجلسی میگه مجهول. این حدیث هم مجهول است. حدیث 14، دوستان عزیز توجه کنن، این حدیث 14 در مورد حدیث 14 ببینیم که آقای مجلسی چی گفته. الحدیث الرابع عشر مجهول. حدیث 15، این حدیث که در این حدیث هم اشاره‌ای به ولادت امام زمان نشده، هیچ گونه اشارتی بلکه اشاره به علم غیب شده. این حدیث هم حدیثی است که در اینجا مجلسی در موردش میگه الحدیث الخامس عشر حسن کالصحیح. این هم که تصحیح کرده، ذکری از امام زمان ولادتش در این حدیث نمیشه. حدیث 16 1373 در مورد حدیث 16 میایم ببینیم که ایشون چی گفته. حدیث سادس عشر مجهول. این حدیثشون هم مجهوله. اینجا حدیث سابع عشر، حدیث 17 میایم ببینیم که در مورد حدیث 17 چی گفته. کالسابق یعنی مثل گذشته. گذشته چی بود؟ مجهول بود. اینجا مجهول است. اینم کالسابق، اینم مجهوله. میریم رو حدیث 18. اینم حدیث 18. در مورد حدیث 18 الحدیث الثامن عشر، در اینجا کالسابق مانند گذشته، اینم مجهول. حدیث 19 میریم سراغ حدیث 19 متاسفانه کالسابق. حدیث 20 این حدیث 20 است که در اینجا آورده. میریم که حدیث 20 چی گفته در موردش. حدیث 20 صحیح، این صحیح هست. اما ببینیم که چرا صحیح هست. علی ابن محمد قال حمل رجل من اهل آبة شيئا يوصله ونسي سيفا بآبة فأنفذ ما كان معه فكتب إليه ما خبر السيف الذي نسيته. در اینجا هیچ ذکری از ولادت امام زمان نشده، بلکه علم غیب امام زمان رو آورده در این حدیث میخواسته ثابت بکنه. میریم سراغ حدیث 21 که در مورد حدیث 21 چی میگه. حدیث 21 هم دوستان عزیز اینو نشون بدن. این حدیث 21 مجهول. حدیث 22 این حدیث 22 هست. در مورد حدیث 22 میگه کالسابق الحدیث الثانی والعشرون کالسابق، یعنی مثل گذشته چیه؟ مجهوله. میریم سراغ حدیث 23 که در اینجا ذکر شده. در مورد حدیث 23 هم الحدیث الثالث والعشرون کالسابق. سابق چی بود؟ مجهول بود. این حدیث هم مجهوله. میریم حدیث 24. در مورد حدیث 24 هم در مرآت العقول میگه این حدیث حدیث صحیح هست. حالا میایم در مورد متن این حدیث.
اینم اشاره داره به علم غیب در مورد کسی که فرزندش خلاصه مرده بود و امام براش تعزیه فرستاده بود. جالب است بدانید که همین حدیث به شماره 1347 در صفحه 313 در همین کتاب اصول کافی مثل همین حدیث وجود داره. این حدیث رو مجلسی مجهول کرده، اینجا اینو تصحیح کرده. حالا نمیدونم که اینجا متن رو تصحیح کرده، اونجا روات رو چیز کرده. این برگردید به مرآت العقول تا ببینید که چه دستگلی باب داده. حدیث 25 در مورد حدیث خامس و العشرون در اینجا چی میگه؟ که صحیح مانند صحیح هست. اصطلاحاتی که دیگه شاخ و دم داره به اصطلاح در علم حدیث رافضه. این حدیث هم مانند حدیث صحیح هست که در اینجا اشاره‌ای به ولادت امام زمان نیست، بلکه اشاره به علم غیب ایشون هست. حدیث 26 در مورد حدیث 26 حدیث السادس والعشرون صحیح، این حدیث رو ایشون اومده تصحیح کرده. در این حدیث هم امام زمان از جای مالی که گم شده بوده ایشونو با خبر میکنه. اشاره‌ای به چیز نیست، به ولادت حضرتشون نیست. حدیث 27 وقتی میریم حدیث 27 رو نگاه میکنیم در اینجا چیه؟ مجهول. حدیث 28 این حدیث رو سامن و العشرون کالسابق، ببینید کالسابق، اینم مجهوله. سابق چون مجهول بود اینم مجهول هست. حدیث 29 التاسع و العشرون، این حدیث 29 هست که اینو تصحیح کرده. در اینجا حدیث 29 علی ابن محمد قال باع جعفر، این جعفر همون جعفر کذاب است، به اصطلاح عموی امام زمان، برادر امام حسن عسکری که بهش میگن جعفر کذاب، چون بعد از برادرش ادعای امامت کرده بود. در اینجا در مورد خرید و فروش هست و هیچ اشاره‌ای به ولادت این موهوم خیالی نیست، اشاره به علم غیب. حدیث 30 بریم که در حدیث 30 چی میگه؟ الحدیث 30 مجهول، این حدیث هم مجهول است. میاییم رو حدیث 31. حدیث 31 الحدیث 31 صحیح است. این حدیث صحیح، دوستان اینجا توجه کنن، در این حدیث هم هیچ اشاره‌ای به ولادت امام زمان نشده، بلکه اشاره به این شده که گفتن که به بعضی از پیروانش امام زمان نامه نوشته یا بهشون خبر داده که مقابر قریش رو زیارت نکنن، زیرا که خلیفه امر کرده که هر کسی که اونجا رو بره زیارت بکنه فیقبض علیه، ایشون رو دستگیر میکنه. پیروانش فقط چیز کرده، از علم غیب آگاه کرده. اینجا دیگه این باب تمام میشه. 31 حدیث بود، باب ما جاء فی 12 و النص علیهم از اینجا شروع میشه. این باب که باب ولادت این موهوم خیالی، باب مولود صاحب زمان بود، این دروغ هست و هیچ نصی هم در این باب وجود نداره که دلالت بکنه بر ولادت ایشون. این بود که چرا من تعجب میکردم که این آقای طبسی هی داره گیر میده به کتب اهل سنت، میخواد از کتب اهل سنت این مهدی خیالی خودشون رو ثابت بکنه. این در مورد این مهدی. خب به جای اینکه بیاید دنبال کتاب‌های ما بگردید، برید سراغ کتاب‌های خودتون و این روایت‌ها رو یک کمی بررسی بکنید تا اینطوری آبروتون نره. اما من فکر می‌کنم که به قول حضرت مولانای روم که آقای طبسی چیز رو دیده بود و چیز دیگر رو ندیده بود. ما یک سری میزنیم به چون اشاره‌ای کرد در همون برنامه به سایت خودش، ما رفتیم سایت ایشون رو باز کردیم. در سایت در مورد حکومت امام زمان کتابی ایشون دارن، دوستان عزیزمون در
اتاق فرمان اگر زحمت بکشن این کتاب رو نشون بدن، این کتاب رو هم نشون بدن، چشماندازی به حکومت مهدی. نویسنده هم کیه؟ نجم الدین طبسی، همین آخوند مکار دروغگویی که ما کلیپش رو پخش کردیم. و در اینجا مطالب زیادی آورده در مورد قیام امام زمان، در مورد شیوه رفتار امام زمان با دشمن ها. ما همین باب رو خدمت شما عزیزان میخوایم نشون بدیم و تا که دوستان عزیز متوجه بشن که چرا اینا این همه سعی میکنن که امام زمان رو ربط بدن به اهل سنت و به کتب اهل سنت و میخوان بگن که بله این امام زمان ما همین مهدی هست که اهل سنت بهش اعتقاد داره. ما قبلا اگر یادتون باشه در همین برنامه آن روزه که ما گذری داشتیم به جنایات امام زمان در آخر الزمان. در این کتاب ایشون میاد گوشه ای از این جنایت ها رو بیان میکنه. زراره از امام صادق پرسید آیا روش و سیاست حضرت قائم همانند روش پیامبر خواهد بود؟ امام فرمود هرگز هرگز ای زراره، او سیاست پیامبر در برخورد با دشمنان را در پیش نمیگیرد. پیامبر با ملایمت و نرمی و مهربانی رفتار میکرد تا دلها را به دست آورد و مردم با آن حضرت الفت گیرند، ولی حضرت قائم سیاست قتل را در پیش میگیرد و طبق دستوری که دارد رفتار میکند و توبه کسی را نمیپذیرد، پس وای بر کسی که با او مخالفت کند. حسن ابن هارون میگه در محضر امام صادق بودم، معلا ابن خنیس از حضرت پرسید هنگامی که حضرت قائم زور کند برخلاف روش امیر مؤمنان علی علیه السلام در برخورد با مخالفان رفتار میکند؟ امام فرمود آری. علی ملایمت و نرمیش را در پیش گرفت چون میدانست پس از او دشمنان بر یاران و شیعیان چیرگی پیدا میکنند، ولی سیاست حضرت قائم قهر و غلبه و به اسارت گرفتن آنها، زیرا میداند که پس از او کسی بر شیعیان تسلط نخواهد یافت. اینجا روایت در اینجا از امام رضا روایت می کند که هنگامی که قائم زور کند جز خون ریختن و کشتن دشمنان و عرق کردن در اثر جنگ و تلاش و خوابیدن بر زین اسبها به سبب پیکارهای فراوان نخواهد بود. مفضل میگه امام صادق یادی از حضرت قائم به میان آورد و من عرض کردم امیدوارم که برنامه حکومت حضرت به آسانی برقرار شود. حضرت فرمود خیر، چنان نمیشد مگر آنکه سختی‌های بسیاری را ببیند. در اینجا ببینید علی علیه السلام فرمود برای من روا بود که فراریان را به قتل برسانم و زخمیان را بکشم، ولی دست به این کار نزدم، برای اینکه اگر شیعیان قیام کنند زخمیایشان را به قتل نرسانند، ولی برای حضرت قائم جایز و رواست و زمینه وجود دارد که فراریان را به قتل برساند و زخمیان را نابود گرداند. امام باقر می‌فرماید اگر مردم می‌دانستند که حضرت قائم چه برنامه‌ای دارد و چه کارهایی انجام می‌دهد، اکثر آنان آرزو می‌کردند که هرگز آن حضرت را نبینند، زیرا حضرت کشتار زیادی می‌کند و به یقین اولین کشتار را در قبیله قریش خواهد کرد، در قبیله پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس از قریش نخواهد گرفت جز شمشیر و به آنها نخواهد داد مگر شمشیر. حضرت مهدی کار را به جای میرساند که بسیاری از مردم میگویند این شخص از آل محمد نیست و اگر از اهل بیت پیامبر می بود رحم میکرد. نیز آن حضرت میفرماید حضرت مهدی با برنامه نو، سنتی جدید و قضاوتی تازه قیام میکند. بر عرب ها روزگار بسیار سختی خواهد بود و شایسته شأن و موقعیت او جز کشتن دشمنان نیست. اعدام میکنه، تبعید میکنه، لازم نیست که همه این روایت رو بخونم. دست و پا رو قطع میکنه، اون روایت هایی که من قبلا هم خونده بودم که دست و پا میبره و شکم زنان حامله رو پاره میکنه و از این مسائل. در مورد قوم عرب دشمنی که با اونا داره قبلا روایاتی رو نشون داده بودیم که اینجا این طبسی خودش اعتراف کرده. با اهل کتاب چه برخوردی میکنه در اینجا اشاره کرده و فرقه های باطل و منحرف با اونها چه برخوردی خواهد کرد، با مقدس نماها چی کار خواهد کرد. و اینکه در اینجا روایتی میگه پیامبر در روزگاری مبعوث شد که مردم سنگ و چوب و بت‌های تراشیده شده را میپرستند، ولی قائم در روزگاری قیام میکند که با قرآن علیه حضرت احتجاج میکنند و آیات را علیه آن حضرت تعبیل مینمایند. در اینجا روایتی است در مورد مخالفین. اینم هدیه میکنم به همه اهل سنتی که فریب اینها رو خوردن. امام صادق میفرماید هنگامی که حضرت قائم قیام کند همه ناصبیان و دشمنان اهل بیت را بر آن حضرت عرضه میکنند اگر به اسلام داخل این دوتا خط که همان ولایت اهل بیت است اقرار کردند آنان را رها میکنند و اگر نه به قتل میرسند یا آنان را به پرداخت جزیه همچنان که اهل ذمه میپردازند ملزم میکنند.
در اینجا در مورد منافقین گفته، حالا منظورشون از منافقین کی است خودتون بهتر میدونید. در مورد شیطان، احیای سنت محمدی که من مفصل این کتاب رو انشاءالله در برنامه بتچکن نقد خواهم کرد. اینم نمونه ای از امام زمانی که همین آیت الله طبسی اومده در برنامه روزهای جمعه در شبکه زلالت تبلیغ میکنه، مردم رو دعوت میکنه برای امام زمان و میخواد که این جنایتکار وحشی خونخوار رو از کتب اهل سنت ثابت بکنه، بگه بله اهل سنت مهدیشون با مهدی ما یکیه، علمای اهل سنت به ولادت این مهدی اعتراف دارن، در حالی که مهدی ما با مهدی اینها زمین تا آسمان فرق میکنه. حالا من نمیدونم حماقت حدی داره. آقای محسن اینا واقعا در این قضایا از حد گذراندن. بله از حد گذراندن. هر روزم دارن رسوا میشن دا، ولی باز همینطوری دارن. حالا نمیدونیم چیه قضیه. این شبکه در جهان پخش میشه و مردم دارن میبینن. عذر میخوام، مردم گوسفند نیستن که هرچه شما بگید اینها قبول کنن. مردم عقل دارن، شعور دارن. برای شعور مردم احترام بگذارید. عهد بوغ شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. عقلن حرف که میزنید فکر کنید، دقت کنید، بعد حرف بزنید.